بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز قسمت دوم از داستان ابو ایوب انصاری، این صحابی بزرگوار رو با هم میخونیم. خب ما تا اونجا رسیدیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در خونه ایشون جای گرفت و ایشون از پیامبر پذیرایی میکرد و پیامبر این محبت و علاقه بین ایشون و پیامبر خدا بود و یادآوری کردم که ابو ایوب انصاری در هیچ جنگی تخلف نکرد. در همه جنگ‌های مسلمانان که براش توان مقدور بود شرکت میکرد و حتی زمانی که حضرت علی رضی الله عنه به خلافت رسیدن و حرکت کردن به سمت بصره و کوفه، ابو ایوب انصاری رو به عنوان امیر شهر مدینه یا مدینه النبی قرار دادن و ایشون همراه حضرت علی بود. در جنگ صفین البته ایشون همراه حضرت علی قرار نگرفت، اما در جنگ نهروان با خوارج پرچمدار بود، حتی همراه حضرت علی بود و جزو پیکارگرانی بود که از ایشون حمایت میکرد. و همچنان گفتم که در همه جنگ ها ایشون همراه بود تا اینکه حتی با اینکه سنش هم بالا بود، گفتم در آخرین سال عمرش که 80 سال هست، سپاهی رو امیر معاویه فراهم کرد که این سپاه برای جنگ به سمت قسطنطنیه بره. خب ایشون میگم در همه جنگ ها حرکت میکرد که در اون سپاه یزید پسر خودش رو فرمانده اون سپاه کرده بود و ابو ایوب حاضر نبود که هیچ جنگی رو، هیچ جهادی رو در راه خدا از دست بده. در هر صورت ایشون در همون جنگ که دیگه میشه گفت آخرین جنگی هست که ایشون درش شرکت میکنه که این جنگ برای فتح قسطنطنیه هست، سن ابو ایوب گفتیم که 80 سال تقریبا بود، اما این دیگه مانع از این نبود که در جنگ شرکت نکنه یا زیر پرچم یزید نره. و این یزید هم خب تا اون یزیدی نیست که در زمان حضرت حسین رضی الله عنه خودشون نشون میده. در این زمان این موارد رو داره، در فتوحات و جنگ ها شرکت کرده. خوب تاریخ رو بخونید. وقتی آدم تاریخ رو میخونه خیلی از نکات براش روشن میشه، خیلی مسائل متفاوت میشه با اون چه که با عدم شناخت تاریخ وقتی برای آدم رخ میده. این بود که اون همچنان مسیرهای جنگ رو طی میکرد، یکی پس از دیگری مسیرهای جهاد رو، تا اینکه بالاخره در این زمان مریض شد. ابو ایوب مریض شد و در شرایطی بود که دیگه نمیتونست جنگ رو ادامه بده. اینجا میگه یزید اومد پیشش، گفتش که خب یزید فرمانده اون لشکری بود که برای فتح قسطنطنیه رفته بود. و ابو ایوب آیا نیازی داری، کاری داری که من بخوام برات انجام بدم، وصیتی چیزی میتونم برات انجام بدم؟ خب دید که دیگه شرایط خوبی نیستش. گفت نگاه کن، سلام من رو به سپاه مسلمانان برسون. از بگو ابو ایوب به شما سلام میرسونه. بهشون بگو ابو ایوب سفارشی داره، چون میدونید فتح قسطنطنیه فتح خیلی سختی بود، جنگ‌های خیلی پی در پی اینجا رخ داد. رومی‌ها اونجا بودن و اینا جنگاورهای خیلی قوی بودن، تکنولوژی بالاتری در خیلی جنگ داشتن و خب مسلمان‌ها هم به همون نسبت سعی می‌کردن بالاخره بتونن این جنگ‌ها رو ادامه بدن تا این مرحله برسه. حالا داستان داریم که این قسطنطنیه حتی زمان سلطان فاتح کی فتح شد، چگونه بود، اینا همه بعد تاریخ قسطنطنیه رو بخونید. ابو ایوب نکته جالب اینجاست، گفت سلام منو برسونید و به اینها بگید که ابو ایوب بهتون میگه که برید در سرزمین دشمن نفوذ کنید، جنازه منم با خودتون ببرید اون تا جایی که میتونید نفوذ بکنید، به آخرین مکانی که رسیدید در توانتون بود نفوذ کردید، اونجا جنازه منو برسونید، اونجا جنازه منو دفن بکنید. و بعد میگن که دیگه ابو ایوب نفسهای آخرش رو زد. منظورش این بود که تا پای دیوارهای قلعه قسطنطنیه یا شهر قسطنطنیه برید و این کار رو برای من انجام بدید. خب سپاه مسلمانان خب ابو ایوب رو میشناختن، پیرمرد مجاهدی، صحابه پیامبری که عمرش رو به جهاد و پیکار گذرونده بود. به مجردی که فهمیدن ابو ایوب از دنیا رفته و چنین وصیتی کرده این صحابه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، اصلا دگرگون شدن. یا کنید مثلا یک نکته دیگر بگم در زندگی ابو ایوب انصاری، در یک مقطعی در یکی از همین جنگ‌های، واقعا جنگ‌های فکر کنم همین مسیر قسطنطنیه است که سپاه واقعا در میدان جنگ مسلمانان وقتی قرار میگیرن در برابر رومی‌ها خیلی احساس ضعف کرده بودن و احتمال بود که نابود بشن و کشته بشن و اون حس جهاد یک کمی کمرنگ شده بود. نسلی بودن که تازه مسلمان شده بودن و شاید اون درک و شعوری رو که در زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم داشتن نداشتن.
حتی بحث اینه که میگفتن اگه ادامه بدید به این جنگ خودتون رو به هلاکت انداختید. ابو ایوب انصاری اشاره کرد به این مسئله، چرا حتی برخی اشاره میکنن ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، خدا گفته خودتون رو به هلاکت نندازید. ابو ایوب انصاری گفت ما صحابه پیامبر بودیم، ما همراه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بودیم، ما از این آیه قرآن این برداشتی که شما میکنید نمیکردیم. برداشت ما این بود که اگر جهاد رو ترک کردید به هلاکت میافتید، اگر شما در برابر دشمن کوتاه اومدید فرار کردید به هلاکت میافتید، بلکه بعد شما جهاد و پیکار رو در برابر دشمن ادامه بدید. دشمنی که برای نابودی شما، برای قلع غم شما حرکت کرده، خب اگه شما وقتی این کار نکنید به هلاکت میافتید. ولی وقتی شما مقاومت بکنید در برابر دشمنی که برای کشتن و نابودی شما اومده، خب طبیعتا شما اینجا نجات پیدا کردید. و اینجا گفتش ابو ایوب ما این گونه فهمیدیم صحابه پیامبر. این نکته رو داشته باشید، فهم دین، ما چرا داریم میگیم که فهم دین باید بر فهم سلف صالح باشه؟ یعنی خداوند قرآن رو بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل کرد، پس اولین مخاطب قرآن محمد صلی الله علیه و سلم هست به عنوان آخرین پیامبر و وحی الهی بر محمده. محمد صلی الله علیه و سلم این وحی رو به کی انتقال میده؟ به یارانش انتقال میده. پس بعد از محمد صلی الله علیه و سلم اولین شاگردان، اولین مخاطبان یاران پیامبرن. خب اونها از این وحی چه میفهمن؟ اون چه که پیامبر به اینها آموزش داده. خوب دقت کنید، نکته خیلی مهمه. یعنی از این آیات الهی اون گونه میفهمیدن که پیامبر به اینها آموزش میداد. اینا شاگردان پیامبر بودن، پیامبر استادی بود که زیر نظر جبرئیل وحی الهی رو به اینها آموزش میداد و فهم این وحی رو به اینها توضیح میداد. لیبین للناس، خدا میگه این محمد میاد تا برای مردم بیان کنه این رو. پس این نسل اولیه، شاگردان اولیه، بهترین فهم رو از فهم اسلام دارن. خوب دقت داشته باشید، اینجاست که ابو ایوب میگه ما همونایی بودیم که این آیات در بین ما نازل شد، ما این گونه فهمیدیم. یعنی پیامبر این گونه به اونها گفته بود. خلاصه این جوانها، این مجاهدانی که بودن، این پیکارگرانی که بودن در این میدان جهاد قرار گرفته بودن در برابر دشمنان خودشون که اون موقع در نزدیکی در همون منطقه قسطنطنیه یا ترکیه امروز حتی واقع میشه، وقتی جوانها این رو شنیدن دیگه حماسشون دیگه خیلی شدید شده. از اون برم خب سخنهای ابو ایوب قبل شنیدن، الان وصیتش رو همینجوری پیکار کردن، جنگیدن و دشمن رو به عقب رسوندن تا دشمن رفت داره وارد قسطنطنیه و پشت درهای قسطنطنیه و قلعه قسطنطنیه دیوارها قرار گرفت و اینجا اومدن جنازه ابو ایوب رو چیکار کردن؟ پای دیوارهای قسطنطنیه دفن کردن. خوب دقت کنید، ابو ایوب انصاری یعنی حتی جنازش هم جهاد کرده و جنازش هم پیکار کرد و این پیرمرد 80 ساله با جهاد در راه خدا از دنیا رفت. نکته‌ای که اینجا وجود داره در مورد ابو ایوب انصاری رضی الله عنه، نگاه ایشون به این بود که باید تو در راه دین خدا از جان و مال و دارایی خودت تقدیم بکنی. پیرمردی که میتونست بهترین زندگی رو داشته باشه. شاید یکی از علل این که اولاد ایشون در این مناطق متعدد پخش شدن و خیر و برکت و رحمت این انصاری ها و احراری هایی که حالا در اون منطقه هستن و جامی ها و فلان که خودشون منسوب به اینها میدونن، یک بخششون، شاید به خاطر همین بوده. اون چه که واقعا نگاه ماست از در برخورد با این صحابی بزرگوار، این نشون میده که باید فهم دقیق و صحیح از اسلام رو ما مثل اصحاب پیامبر داشته باشیم. آنگونه نگاه کنیم که اونها نگاه میکردن، چگونه به دنبال خوشنودی پیامبر بودن، چگونه به دنبال این بودن که بتونن دین الهی رو به همه جا برسونن. الان زمانی که ابو ایوب انصاری از دنیا میره، برخی میگن 50 هجری، 51 یا 52، واسه اختلاف داره در مورد اون تاریخ جنگی که ایشون هست یا در اون سن سال، همون نزدیک به 80 سال. یعنی وقایع تاریخی نگاه میکنید، ایشون فرصت ها رو از دست نمیداد. نمیگفت چون من صحابه پیامبرم بعد من حتما فرمانده این لشکر باشم. نه، ایشون فقط هدفش این بود که بتونه به اون وظیفه شرعی خودش عمل بکنه و اون خوشنودی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بهش وعده داده. و در دوران خلافت حضرت علی هم ایشون از یاران حضرت علی هست، کنار حضرت علی هست. و بعد از اینکه حضرت علی هم به شهادت میرسه و بالاخره بین حضرت حسن و امیر معاویه به یک توافقی میرسه برای اینی که جنگ بین مسلمانان
قطع بشه و بتونن اینها بالاخره در برابر دشمن خارجی ادامه بدن این شرایط رو هم باز می‌بینید که همین ابو ایوب انصاری باز به عنوان یک مجاهد در این مسیر داره حرکت میکنه و یک لحظه هم تخلف نداره. این همون نگاهیه که ما باید بهش توجه داشته باشیم، ضمن اینکه روایات متعددی که از ابو ایوب انصاری به خاطر اینکه نسبت به صحابه دیگر بیشتر بالاخره طول عمر داشت و زندگی کرد نقل شده که در کتب حدیث وجود داره و محدثین از ایشون نقل کردن. در هر صورت خداوند از یاران پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم راضی باشه و به ما هم این توفیق رو بده که بتونیم اون گونه‌ای که هست شاگردان مکتب رسول خدا صلی الله علیه و سلم باشیم. تا روز دیگه و داستان دیگه همه شما رو به خدای مهربان میسپارم.